دوستان سلام. آقا کشف جدید علی گدا رو شنیدید؟ نشنیدید؟ بابا خیلی مهمه. جان من ببینید عجب کشفی کرده این علی گدا. بنبستی وجود ندارد، کمبود منابع مشکل ماست، نه گره باز نشدنی ما. یه مشکلی است، این مشکل رو باید برطرف کرد. ملاحظه کردید؟ میگه بنبستی وجود نداره، یعنی الان آسیدلی انداخته تو شاهراه هستی. فقط سوال اینه که خب چرا نمیگازی؟ تخت گاز برو دیگه. اگه بنبست نیست چرا گیر پاچ کردی؟ خب مسئله هستی به صورت یک گره در آمده. این راه حل هایی دارد. اون راه حل ها متوقف به تقویت درونی ماست. اگر این تقویت در درون انجام بگیرد اون کار آسان خواهد شد. چه حسن کچل، چه کچل حسن. ظاهرا کلمه سازی و کلمه بافی تو نظام مد شده. اولاغ چی به بازرسی میگه دسترسی، علی گدا هم به بنبست میگه گره. باشه آقا قبوله. اصلا فرض کنیم بنبست نیست و اسمش گره باشه. بگو ببینم این گره فقط تو مسئله هسته‌ایه؟ غیر از مسئله هستی هم سریال های دیگه ای در انتظار ماست. اینجور نیست که حالا مسئله هستی همه مسائل ما با غرب، با آمریکا، با صهیونیسم، با گردن کلفته های اقتصادی دنیا فقط همین مسئله هسته‌ای باشه. این تنها مسئله ما نیست. دنبالش مسائل گوناگون، حقوق بشر و امثاله. همه این مسائل حلش آسان خواهد شد. نمیگم به خودی خود حل خواهد شد، نه تلاش لازمه، اما حل اون مسائل آسان خواهد شد اگر چنانچه ما توانستیم این مسئله داخلی رو حل کنیم. اگر رو کاشتن جاش گلابی در اومد. حالا این مسئله داخلی رو چجوری میخوای حل کنی؟ با اقتصاد مقاومتی؟ در مورد اقتصاد مقاومتی خب خوشبختانه در کشور همزبانی هست. مشکل ما در همدلی است. آدم میترسه همزبانی باشه همدلی نباشه. آدم میترسه؟ چه ربطی به تو داره؟ بابا خفه کردی تو بسیجی ها رو. چرا هی از این شاخ به اون شاخ میپری؟ یه بار میگی مشکل تو گره، یه بار میگی مسئله داخلیه، یه بار میگی ترس از نبود همدلیه. اگه همدلی تو نظامت نیست پس چی هست؟ اگر چنانچه دو نفر که با هم بناس همکاری کنند یکی از آنها بنا بگذارد که طرف مقابل میخواد از پشت خنجر به او بزنه و این تعامل نمیشه. تعامل بر مبنای سوء ظن ممکن نیست. اینی که ما طرف مقابل را متهم کنیم از اول که این بناش بر فلان کار خلافه، یا بناش بر سازشه، یا بناش بر نمیدونم خیانت، یا بناش بر سوء استفاده شخصی، این نمیشه. تعامل که میگیم معناش این نیست که بین نماینده و بین وزیر یک نوع گروکشی انجام بگیره، دیگه ول کن تا ول کنم. مثلا متقابلا هم نگاه تحقیر و اهانت و ریش دست منه و پدرتو در میارم هم نباید داشت. این نگاه هم نگاه درستی نیست. به عجب اقتداری، عجب نظام روبراهی داری علی گدا. یکی به اون یکی خنجر میزنه، یکی ریش اون یکی رو میکشه، یکی میگه ول کن تا ول کنم. این نظام مقدس جمهوری اسلامیه یا باغ وحش؟ تو که یه جای سالم هم تو نظام نذاشتی که، زدی همه چی رو درب و داغون کردی. حالا بگو ببینم این نظام آشولاشو چجوری میخوای جمع جور کنی؟ نگاه کنیم ببینیم مجموعه بیانات امام چه رفتاری را، چه جهتگیری را برای انقلاب، برای نظام جمهوری اسلامی ترسیم میکنه. روی این مواضع بایستی
ایستاد باید شاکله مجلس این باشه. اگر این شد اون وقت در پرتگاه هولناک فروغلتیدن در نظام سلطه ما دچار نخواهیم شد. در یک چنین پرتگاه هولناکی فرو نخواهیم غلطید اگر این شد. ولی اگر این نشد خطرات در این زمینه زیاده. میخواد شاکله نظامشو با پرت و پلاهای امامش سرپا کنه. بابا اگه اون امامت شاکله داشت که کارش به زرخوری نمیکشید. اما از این حرفا که بگذریم، ترست از آخر عاقبت زرخوری رو خوب اومدی. میترسی حمامه ولایت با تاج اکبرشاهی عوض شه و بعد بغلطی تو دره. نگران نباش علی گدا، کار به اونجاها نمیکشه. ملت تو و کوسه و جام زهر و کل بساطتون رو فرو میغلطونن تو زباله تاریخ. موشکار